سلام بچه، ما مشابه هستم از کانال تیونینگ مشابه. امروز اومدم با یه ویدیو جذاب خفنه دیگه. خب امروز قراره آموزش ساخت قالپاق رو برای ماکتا آموزش بدیم و امیدوارم که این سبک ویدیوها خوشتون بیاد. این سبک ویدیوها قراره زیاد تولید بشه، پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب بخش اول کار اینه که شما به هر صورتی که میخواید میرید اون قالپاق خودتون رو با کیفیت به دست میارید. همونطور که تو تصویر میتونید مشاهده بکنید، من قالپاق پژو 405 رو گیر آوردم، میخوام یعنی بسازمش و بهتر که از سایت دیجی کالا عکس ها رو دانلود و ذخیره کنید چون خیلی با کیفیته. و پس از اون قسمت های سوراخ داخل قالپاق رو میتونید مشاهده بکنید که سفید رنگه، اونا رو باید همونطور که تو تصویر نشون داده میشه مشکیش بکنید. و همینطور دور و اطراف قالپاق رو شما باید به صورت PNG در بیارید، یعنی به صورت نامرئی باید در بیاریدش که به مشکل بر نخورید و همینطور کارتون تمیز بشه. و بعد از اون به صورت کار شما تموم میشه و باید برید شما چیکار کنید؟ برید اندازه خود قالپاقی که میخواید سایزش باشه رو در بیارید و روی کاغذ بکشید. حالا من با استفاده از شابلونای دایره‌ای این کار رو انجام دادم که هم دقیق تره هم بهتره. و اون رو روی کاغذ بکشیم و از کاغذمون عکس یا اسکن میگیریم که اسکن خیلی دقیق تره. اگه میتونید دسترسی به اسکن دارید اسکن بگیرید که صاف کامل در میاد، اما عکس هم میگیرید میتونید با استفاده از همین روشی که میبینید پرسپکتیوش رو درست کنید و به حالت تخت درش بیارید. و پس از اون شما چیکار میکنید؟ شما عکس اون رو داخل هر برنامه‌ای که میتونید ویرایش یعنی میکنید، یا اینشات که بهترین نشونه تو موبایلا، یا ایلستریتور داخل کامپیوتر اگه دسترسی دارید یا اگه بلدید میتونید انجام بدید. اگه بخوایدم میتونم آموزش ساختشم تو بذارم، آموزش ساخت فایل داخل ایلستریتور هم براتون بذارم که اونم زیاد سخت اینه کاری نره، هم با کیفیت ترم هست ایلستریتور. من اکثرا با استفاده از ایلستریتور این کار رو انجام میدم. همینطور که میتونید داخل تصویر ببینید انقدر کپی میکنید تا به مقدار دلخواهمون برسید. اون رو به صورت یک فایل در میاریم. حالا میتونید شما فایل های پراید داشته باشید یا مثلا زانتیا یا غیره، قالپاق‌های مختلف هر کدوم رو سایز بگیرید و اندازش رو داخل همون روشی که بهتون گفتم در بیارید و کامل پر کنید، چون کوچیکه دیر پر میشه این یک صفحه کاغذ. و سپس شما چیکار میکنید؟ شما میرید روی ورق گلاسه اون رو چاپ میکنید، روی ورق گلاسه پشت دستگاه چاپ میکنید و اون رو برشش میدید. اون یه مقدار چک میکنید ببینید درست بود که میچسبونید، اگه درست نبود دوباره تنظیمش میکنید و میچسبونید. یه مقدار مال من بزرگ شد ولی مشکلی نداره، موقع چسبوندن بهتره که برای استقامت و هم رنگ نرفتگی روش چسب بزنید، چسب نواری بزنید و برای زیر کار که میخواید قالپاقو بچسبونید بهتره چسب حرارتی بزنید که تکون هم نخوره دیگه، خیالتون راحت باشه. فقط دقت داشته باشید که بسیار خوب و منظم ببرید که دچار مشکل نشید. و یه نکته دیگه که من این وسط مهم بهتون بگم اینه که بهتره محدودیتتون رو مشخص کنید. حالا با یه فایل مثلا کوچیک کرده‌ای که فقط مشخص بشه، همین که اگه اینجوری به مشکل بر نخورید و اینا نیفته قالپاق چاپ نشه، نصفه چاپ بشه و اینا، که اینا به مشکل نخورید. اکثرا بالا و پایینش به مشکل برمیخوره و کامل چاپ نمیشه.
پس از این سبک ویدیو خوشت میاد لایک و بکوب و کانالم دنبال کن که قرار کلی این سبک ویدیوهای آموزشی قرار بذاریم. امیدوارم که این ویدیو خوشت اومده باشه. لایک، کامنت، دنبال یادت نره. پس تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.